خیلی مخلصی. حالا احوالتون خوبه؟ چه خبرها؟ میگم هرچی زمان میگذره مصیبت‌های زهرخوری هم با علی گدا بیشتر میشه. طرف با خودش حساب کرده بود که اون گوشه موشه ها یه قلوب زهر اتمی میندازه بالا و تمام. اما هنوز توافق امضا نشده. ببینید چه آشی دارن واسهشون میپزن. رژیم ایران اخیراً فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را افزایش داده است. دخالت‌های خود را در سوریه، عراق، یمن، بحرین و غزه افزایش داده و حالا که قرار است تحریم‌ها برداشته شود، برآورد شده که حتی تا 56 میلیارد دلار پول به رژیم ایران سرازیر شود. این منطقی است که فرض کنیم بخش عمده‌ای از آن از طریق این رژیم به سازمان‌های تروریستی منتقل شود و این نیروهای تروریستی مورد حمایت رژیم ایران منطقه را همچنان بی‌ثبات‌تر کنند و همینطور رژیم ایران به بشار اسد با استفاده از پول‌هایی که به آنها دسترسی خواهد داشت کمک کند. درست تو این شرایطی که علی گدا دست پاچه تا هر طور شده پولای آزاد شده رو بندازه تو خندق بلا، یه عده گلوش گرفتن و اساسی دادنش دم برق. تازه حالا ببری ناشی که بار گذاشته شده یه کبابی هم رو اجاقه که تا همین جای کار داد خیلی ها رو در آورده. قطعاً برانگیختگی‌های زیادی در این استماع جریان دارد. اکنون همان مسائل تکرار می‌شوند. قانونگذاران واقعاً دارند همه شاهدین از جمله وزیر خارجه جان کری را بر سر موضوع توافقنامه مخفی که میان رژیم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست آمده کباب می‌کنند. بله، اینطور که پیداست بوی این کباب رو افکار عمومی مردم آمریکا هم تاثیر گذاشته و طرف حسابای غربی آخوندا رو تو دردسر انداخته. طبق نظرسنجی که توسط سکیور امریکا ناو در روز چهارشنبه منتشر شده است، مخالفت رای دهندگان آمریکایی با توافق اتمی بعد از شنیدن مباحث اخیر استماع سنا و مجلس نمایندگان به 65% رسیده است. بله، وقتی میگیم دوره مفخوری آخوندا گذشته یعنی همین. یعنی دیگه حتی زهر مفتی هم گیر علی گدا نمیاد. واسه زهر خوردنم باید جون بکنه. یعنی یه جبهه‌ای تو دنیا راه افتاده که به این سادگی ها سرش کلا نمیره. هر چقدر آخوندا جنگولک بازی در بیارن بازم به قول خودشون دستشون زیر ساتوره و پاشون گیره. تازه این سوای درد سرای داخلی آخونداست. تو داخلم دلواپسا ریش علی گدا رو چسبیدن و ولکنم نیستن. ای کاش برخی که ادعای سیاستمداری در حد بین المللی را دارند تا این حد با الفبای سیاست ناآشنا نبودند و اینقدر به صورت زود هنگام صحبت از محال نبودن بازگشایی سفارت شیطان بزرگ در تهران نمی نمودند. از اون طرفم اکبر کوسه و نوچه‌هاش میخواستن هرچه زودتر قضیه رو فیصله بدن و با جام زهرای بعدی علی گدا رو کله پا کنن. اما این روزا اونا هم فهمیدن که قضیه به این سادگی ها نیست و خوردن زهر با سرکشیدن دوغ تفاوت‌های زیادی داره. هاشمی رفسنجانی به تلاش امپراتوری رسانه‌ای و لابی صهیونیست‌ها برای شکست توافق اخیر اشاره کرد و ادامه داد: همه باید هوشیار باشیم تا مزاحمان در مسیر عقلانیت سیاسی ایران مانع تراشی نکنند. وی با تأکید بر این نکته که یکی از برنامه‌هایم برای نامنویسی در انتخابات ریاست جمهوری حل مسئله هسته‌ای بود گفت: خدا را شکر که آن آرزوی من و اکثریت مردم ایران محقق شد. بازم که پرت گفتی اکبر کوسه. البته این که بمب هسته‌ای شما آخوندا بره تو کفن و ضامن استراتژیکی بقاتون به فنا بره یکی از آرزوهای مردم ایران بوده، اما تحقق آرزوی اصلی مردم ایران مونده. آرزوی اصلی مردم ایران کله پا شدن کل نظامتونه. ولایت با اتمی بی اتمی سرنگون. بله، این شعار روز موشکاف.